آنچه خواهید دید. وای بردارم صدیق. نه. سلام، من امیررضا هستم. تو این ویدیو قراره که بریم آلکاتراز، ولی تک نفره. بزن بریم. اول از همه این بر مپ توی داکس پیاده میشم. چرا؟ چون که اگه وسط رو سقف آلکاتراز پیاده بشم 100% کلکم همون اول کنده میشه و چون که یار ندارم به خاطر همین سریعا کشته میشم و بازی تموم میشه. چالش امروز از این قراری که تک نفر وارد آلکاتراز میشم و باید 15 تا کیل بگیرم. خب اینم که بریم بگیریم همین کیل اول، انشاءالله که کشتی نشیم. اوه یکم پرو پلیره. آها زدم تمام. اینم از کیل اول. و بچه درباره تابستونم یه چی بگم. قراره که فعالیت رو خیلی بالا ببرم و خلاصه فعالیت رو از امروز به بعد بیشتر میکنم و قراره که ویدیو کوتاه در حدود 5 دقیقه 8 دقیقه باشه. کوتاه میذارم که زیادم حوصلتون سر نره. فعلا بریم برای ادامه بازی. میخوام یکم ریسک کنم و جلو برم، چون اگه عقب بمونم گاهی میشم 100% چالش رو میبازم. پس بهتره کیل بگیرم. ببینیم این کیه دیگه. بالاست. اوکی بریم بالا. اسکینش گسته. نه بابا باته داره فرار میکنه. بزنیم برم فینیشرشو بگیرم. این از فینیشر. اوکی اینم از این. حالا میرم اون طرف استعداد تیر میاد. 100% درگیری بزرگ آنچنان هم بزرگ نیست. بریم یکم انمی بکشیم، چون اگه نکشم 100% برا من بد تمام میشه و چالش رو میبازم. بریم. اوکی یکی اینجا کیلش رو دزدیدم. الان خودشم این از این، اینم از این. اوکی تمام. کجا میری؟ اینجا نزدیک بود، شاتگان داشته رفت. اب نداره زدمش. 117. اوکی اینم عوض کنیم. بالا بعد رو درگیری بودو بریم. بودو وای این از این، این از این، اینم از این. تمام. 3 تا کیل خودش جور شد. کجا میری بیا بریم. اوکی بیا وایسا. بودم اینم از این. حله. خب به 10 تا کیل رسیدم و 15 تا بشه. اینجا صدا پا میاد، به خاطر این برگشتم، به خاطر فقط یه دونه صدا پا. باید کیلامو جور کنم. یکی اونجاست، همین طبقه است. اینجاست. چرا لک شد؟ برو. این اصلا اعصاب نداره. برو فقط برو. اوکی بخور. وای نه زدمش. اینم از این. اوکی بیا. کجا میری؟ یه حرکت خوشگل بزنم. پسر خوبی باش. کمپر. بریم سمتشون. اینجام درگیریه. بیا ببینم. چرا کشتیش؟ خودت همونجا بم. اوکی اینم فرار میکنه. وایسا
برو از نزدیکتر بزنش دیگه. تمام. اوکی اینجا یکی. وای چیترین. خدا حافظ من رفت. من نمیخوام این چالش تمام شه به این زودی ها. شبیه چیترها بود یوها از در رفت بیرون. خدا حافظ ما رفت. سلام بات بیا ببینم. وایسا کجا میری؟ اینجا خطریه. فکر بودو 3-4 نفر برو. ای کیل دوستا نمیزنم ما چالشمون تموم کنیم. همون چیتره. کار تمومه. آخرین لحظه وایستاد. اوکی اینم که بات طرف بزنیم. تمام. این پایین یکی هست. بریم ترتیب اینم بدیم. خب بریم. یکم خطری میدن. ای وای. تمام. میم از شاتگانش اچس رو به دست آوردیم. حالا فقط 117 مونده که برداریم. این از کیل 19 هم. Major instability detected. Evac to safe zone. Holographic decoys released. Net call. Supply drop incoming. Supply drop inbound. Airdrop is delivered. Local collapse imminent. Get to safety. Supply drop inbound. Airdrop has been delivered. Only 2 teams. این نهایت بدبختی من نشون میده که فقط یه تیم 4 نفر مونده. این بده. Airdrop has been delivered. باید درست بزنم. مرده بودا یه نارنجک بندازم ترتیبشو بدم. نمرد. در رفت. اوکی باید دقت کنم. اونجا یکی هست. وای باید دل بزنم به ذریعه و برم به سمت دشمن، چون اونجا موندم 100% توسط زون میمردم. اوکی سریع از این جعبه برداریم 117. اوکی حالا چی؟ چیتر بود. وات؟ نه بچه ها طبق این تحقیقات نشون میده که طرف چیتر بوده و داخل دیوار منو زد. چطوری ممکنه؟ آخه اصلا امکان پذیر نیست. رفته داخل دیوار، خود چیتر بوده. بچه ها اگه نظری داره تو کامنت ها بنویسین و اگه از اینجور ویدیو دوست دارین حتما بگین که بذارم. و تا ویدیو بعدی فعلا بای بای.